پس نسب و نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف و محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف و ابن قصی تا اسماعیل علیه السلام به ابراهیم خلیل الله را میرسد و کنیه او صلی الله علیه و سلم یا که لقب او ابوالقاسم بود. ابوالقاسم پدر قاسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسل هاشم بود، از قبیله قریش و قریش باشد از فرزندان کنانه بود و کنانه از نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیهم السلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم نامهای زیادی دارند ولی معروف ترین و مشهورترین نامهای پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد و احمد است. در حدیثی که از جبیر ابن مطعم رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر فرمودند من محمد هستم، من احمد هستم، من ماحی هستم، یعنی که با واسطه من کفر نابود می شود. من حاشر هستم، حاشر یعنی مردم روز قیامت در پشت من در پس من جمع می شوند. من عاقب هستم یعنی بعد از من دیگر پیامبر نخواهد آمد و این نامها از مشهورترین نامهای پیامبر است و در بین همه این نامها مشهورترین نامهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این محمد است که هر کسی این نام را میشناسد، کافر و مؤمن این نام را میداند. و محمد معنای محمد کسی است که بیشتر از همه ستایش مدح کرده می شود، در بین زبانهای مردم همیشه رانده می شود و این نام از کلمه های تمهید و تمجید یعنی سپاس گفتن گرفته شده است. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نام محمد اینه که سپاس گزار، همیشه سپاس الله سبحانه و تعالی را میگوید، ستایش او را میکند. و این نام محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم در بعضی از موضعهای قرآن کریم آمده است، به مثل سوره فتح محمد رسول الله، محمد رسول الله است و الذین معه اشداء علی الکفار، آن کسانی که با همراه محمد هستند آنها بر کافران سخیر هستند و بر مؤمنان مهربان هستند. دیگر قول الله سبحانه و تعالی و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، محمد تنها رسول برحق است، رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و همچنین حدیث وابسه رضی الله عنه که رسول الله گفتند الله فرزندان اسماعیل را برگزید، الله فرزندان اسماعیل را برگزید و از آنها قریش را برگزید و از قریش بنی هاشم را برگزید و من را از بنی هاشم برگزید. پس نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم از اولاترین، از اشرفترین نسب هاست و دلیل دیگر آن که نسب پیامبر از اشرفترین نسب هاست ابو سفیان وقتی که نزد هرقل رفت، قیصر روم، و قیصر از او صلی الله علیه و سلم پرسید و در این حال بود که ابو سفیان گفت این شخص، هرقل با ابو سفیان گفت این شخص میان شما چگونه نسب دارد؟ ابو سفیان در جواب گفت که او بین ما صاحب نسب شریف است، نسب بزرگی دارد. و هرقل در اینجا هنگام این سخن گوش شنید و گفت که پیامبران همیشه نسبشان شریفترین نسبها در بین قبیله اشان بودند و هستند. در اینجا هرقل پی برد و قریشی ها از قبیله های عرب بودند و عرب ها بر دو گروه تقسیم شدند یا تقسیم شوند. عرب های عریبه میگویند، یکی عرب هایی که اصلشون عرب است، عرب های اصلی، که این عرب ها از نسل قحطانند. بیشتر این عرب ها در طرف یمن بودند، در آنجا زندگی میکردند. و عرب های مستعربه میگویند، یکی عرب شده، عرب نبودند، یکی سپس عرب شدند، که اینها از نسل عدنان هستند، از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم. هنگامی که اسماعیل با مادرش در مکه قرار گرفتند، در آنجا عرب ها آمدند از طرف یمن، در آنجا از نسل اسماعیل، وقتی اسماعیل ازدواج کرد با آنها، از نسل اسماعیل سپس عرب ها پیدا شدند و عرب ها منتشر شدند. و قریش باشد از همین گروهی مبارک مستعربه از نسل اسماعیل علیه السلام که در مکه قرار گرفته بودند، در همونجا چیکار کردند؟ زندگی و اون بسر بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن است و این نسب پیامبر از شرفترین، از عالیترین و بالاترین مقام هاست، نسب بزرگ است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نسبش هاشمی قریشی عرب بود صلی الله علیه و سلم، با شرفترین انسان ها در روی زمین و با نسبترین انسان ها. و نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه گفته محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف ابن قصی به نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام میرسد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم 63 سال عمر دیدند در این دنیا، چگونه که عایشه رضی الله عنها گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 63 سالگی وفات کردند، در صحیح بخاری و مسلم است. و 40 سال حیاتش را پیش از نزول وحی
зиндагии оддӣ умр ба сар бурданд ва дар синни 40 солагӣ ҳангоме ки расиданд ваҳй нозил шуд ки баъд аз 43 соли умри худро ҳаёти худро дар марҳалаи ваҳй гузаронданд, нозил шудани ваҳй, ва 13 соли ин дар Маккаи Мукаррама гузашт ва 10 соли дигараш боқияш дар Мадинаи Мунаввара. Ин хулосаи ҳаёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд. Чунки як ҳадиси Анас аст дар Саҳиҳ Бухорӣ, мегӯяд Қуръон ба ӯ нозил шуд дар ҳоле ки 40 сол дошт, 40 сола буд. яъне Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамагӣ 63 сол умр доштанд. аз ҳамин 63 сол 40 солаш пеш аз ислом буд ва 23 солаш баъди ислом буд, 13 солаш соласам дар Макка буд ва 10 солаш дар Мадинаи Мунаввара. пас маърифати сеюми асл шинохти набии мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо насабаш, номҳояш ва умраш ва пайғамбарияш тасдиқ мешавад ва мусулмон бе ин маърифат бидуни шиносоии дин, бидуни шиносоии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мусулмон шуда наметавонад.